داستان شاهان. گیومرت یا کیومرث نخستین انسان و نخستین پادشاه شاهنامه سرآغاز پادشاهان پیشدادی است که 30 سال فرمانروایی کرد. کیومرث مردمی رو که گروه زندگی می‌کردند گرد هم آورد و 2 شهر به نام‌های استخر و دماوند و ساخت. پادشاه نیکی بود تا جایی که جانوران انسان‌ها از گوشه و کنار ایران زمین به طرف کیومرث اومدن و در کنارش زندگی کردن. کیومرث به مردم یاد داد چگونه از پوست جانوران برای خودشون جامه بسازن. نشان کیومرث و یارانش هم پوشیدن جامه‌هایی از پوست پلنگ بود. سخنگوی دهقان چه گوید نخست، که نام بزرگی به گیتی که جست. که بودان که دیهیم بر سر نهاد، ندارد کسان روزگاران به یاد. چون این گفت کاین تخت و کلاه، گیومرث آورد و او بود شاه. کیومرث از دار دنیا یک پسر داشت به نام سیامک که حتی دمی تاب دوریش رو نداشت. این عشق میان پدر و پسر زبان زده همه بود، ولی اهریمن ناپاک به این عشق بسیار رشک می برد و از اینکه کیومرث روز به روز بیشتر به آیین یزدان می پرداخت خیلی خشمگین بود. برای همین اهریمن یک شب که روبروی غارش بر لب صخره نشسته بود بسیار اندیشید و نقشه‌ای کشید تا فرزند خودش رو به تخت پادشاهی بنشونه. فرزندش که دیوی سیاه غول پیکر و گرگ مانند بود رو به جنگ سیامک فرستاد. سیامک در جنگی خونین که با فرزند اهریمن داشت کشته شد. دد و مرغ و نخجیر گشت گروه، برفتند ویل کنان سوی کوه. برفتند با سوگواری و درد، ز درگاه آن شاه برخاست گرد. کیومرث سالها سوگوار پسر از دست رفتش بود تا اون که سروش ایزدی پیغامی برای کیومرث فرستاد که سپاهی گردآوری کنه و به فرمان یزدان اون دیو رو از میون برداره. سیامک پسری داشت به نام هوشنگ که کیومرث اونو بسیار دوست داشت. گرانمایه را نام هوشنگ بود، تو گفتی همه هوش و فرهنگ بود. به نزد نیا یادگار پدر، نیا پرورید مرو را به ببر. کیومرث نوش رو به جنگ جادوان فرستاد و این بار این هوشنگ بود که پیروز شد. هنگامی که روزگار کیومرث به سر اومد نوش رو به تخت پادشاهی نشوند و هوشنگ دومین پادشاه پیشدادی شد. روزی هوشنگ شاه برای شکار به کوهستان رفت که ناگهان مار سیاه بزرگی سر راهش دید. سنگ بزرگی به طرف مار انداخت، ولی سنگ به مار نخورد و با سنگ دیگری برخورد کرد و از جرقه به وجود اومده بوته کنار سنگ آتش گرفت. با کشف آتش به وسیله هوشنگ ایرانیان تونستن آهن رو ذوب کنن. هوشنگ هم 40 سال با شادکامی زندگی کرد. ببخشید و گسترد و خورد و سپرد، برفت و جز از نام نیکو نبرد. پس از هوشنگ فرزندش طهمورث به تخت نشست و 3مین پادشاه پیشدادی شد. طهمورث جنگ‌های بسیاری با دیوها کرد و تونست اونها را آرام کنه و دیوها سر بندگی فرود آوردند و پیمان کردند که خواندن و نوشتن رو به مردم آموزش بدن. پس از طهمورث جمشید پسرش به تخت شاهی نشست. دوره پادشاهی جمشید دوره آبادانی و فراوانی بود. جمشید نخستین کسی بود که از آهن ابزار جنگی
مانند سپر و زره و جوشن و کلاهخود ساخت. جامعه رو به 4 بخش طبقه بندی کرد. کاتوزیان و پارسایان رو به کوه فرستاد تا کار دین کنند و دانش بیاورند و شماری رو به کار سپاه و جنگ گمارد. به گروهی دیگر دستور داد کشاورزی کنند و گروه آخر هم دست ورزان بودند. پس از 50 سال به دیوها دستور داد تا خاک و با آب گل کنند، خشت بزنند و دیوار بکشند. مردم در رفاه زندگی می کردند. شکوه و نیروی جمشید آنقدر زیاد شد که خودپسندی و غرور بر او چیره شد. او فرمان داد تختی از زر و گوهر براش بسازند و به دیوها دستور داد تا تخت و به روی شانه هاشون بذارن و اون رو در آسمان به پرواز در بیارن. هنگامی که جمشید از آسمان با تخت فرود اومد، مردم به پاش زر و گوهر ریختند و اون روز رو روز نو یا نوروز نام گذاشتند. چون این جشن فرخ از آن روزگار، بمانده از آن خسروان یادگار. از آن نوروز 300 سال گذشت و یزدان بیماری و تنگ دستی رو از مردم ایران و پادشاهی جمشید برداشت. ولی غرور جمشید به جایی رسید که خودش رو از همه چیز و همه کس بالاتر میدید، تا جایی که خودش رو از یزدان هم فراتر میدونست. هنر در جهان از من آمد پدید، چون من نام بر تخت شاهی ندید. خور و خواب و آرامتان از من است، همان کوشش و کامتان از من است. بزرگی و دیهیم شاهی مراست، که گوید که جز من کسی پادشاست. سالها گذشت و جمشید از یزدان بریده بود. خودش رو جهان آفرین میخوند. در این زمان همه سپاهیان ازش روگردان شدند و همه چیز به هم ریخته شد. به یزدان هر آن کس که شد ناسپاس، بر او اندر آید ز هر سو هراس. روز به روز جمشید مغرورتر میشد، تا اینکه به تیر روزی دچار شد و یزدان به جمشید خشم گرفت و لرزش سهمگینی به دلش افتاد. ولی دیگر دیر شده بود. جمشید خون گریه می کرد، ولی فر ایزدی از او دورتر می شد، تا اینکه کار جمشید به تلخی و نیستی رسید. فر یا فرح ایزدی فروغیه که از سوی یزدان به دل هر کس به تابه برتری پیدا میکنه و از پرتوی این فروغ شایسته پادشاهی میشه و کامیابی هم نشینش میشه. در همین هنگام در سوی دیگر دنیا مرداس در سرزمین تازیان فرمانروایی میکرد و پسری به نام ضحاک داشت. ضحاک با نیرنگ اهریمن پدرش رو کشت و به تخت شاهی نشست. سپس اهریمن در ردای یک آشپز وارد دربارش شد و بوسه بر شانه های ضحاک زد. از جای بوسه ها 2 مار رشد کردند و اون ضحاک ماردوش نام گرفت. مارها امان ضحاک رو بریده بودند و تنها هنگامی آرام می گرفتند که از مغز سر انسان خورشتی برایشون فراهم بشه. این شد که در شهر هر روز دژخیم‌های ضحاک جوانان رو می گرفتند و شبانه اونها رو به آشپزخانه ضحاک می بردند تا خوراک مارهای دوش شاه رو فراهم کنند. در ایران مردم دست به قیام زدند و حکومت جمشید لحظه به لحظه به سوی نابودی می رفت. ضحاک از این رخداد با خبر شد، با لشکرش به سوی ایران تاخت و مردم ستم دیده ایرانم
از همه جا بی خبر برای رهایی از ستم جمشید به ضحاک پیوستند. جمشید تاج و تخت رو رها کرد و پا به فرار گذاشت و ضحاک نه تنها تاج و تخت رو گرفت بلکه خواهران جمشید یعنی شهرناز و ارنواز رو هم به همسری خودش درآورد. پس از اندی جاسوس‌های ضحاک در نزدیکی دریای چین جمشید رو پیدا کردند و ضحاک فرمان داد تا جمشید پادشاه پیشدادی رو پس از 700 سال زندگی با اره به 2 نیم کنند تا این پایانی بر زندگی و پادشاهی جمشید باشه. به ارش سراسر به 2 نیم کرد، جهان را از او پاک بی بیم کرد. از او بیش بر تخت شاهی که بود، بر آن رنج بردن چه آمدش سود. ضحاک 1000 سال فرمانروایی کرد و در این زمان آیین فرزانگی و نیکی نابود شد. سرتاسر ایران رو ستم و سیاهی فرا گرفت. جوانها شبانه به وسیله سربازان دستگیر می شدند و از مغزشون خوراک برای مارهای ضحاک می پختند. در این میون هم 2 مرد نیکخو به نامهای ارمایل و گرمایل بران شدند تا مردم رو یاری کنند. پس به 1000 سختی خودشون رو به دربار ضحاک رسوندن و سرپرست آشپزخانه شدن و هر شب از 2 جوانی که با دست و پای بسته به آشپزخانه آورده می شدن یکی رو به ناچار می کشتن و اون یکی رو آزاد می کردند و به کوه می فرستادند و به جای مغز سرش از مغز گوسفند در خورش استفاده می کردند. روزگار ایران زمین به سختی میگذشت تا اینکه ضحاک شبی خوابی دید 3 مرد وارد ایوان شاهی شدند و یکی از اونها که جوانتر بود با گرز گاوسری در دست به سر ضحاک کوبید. ضحاک رو دست و پا بسته به کوه دماوند برد و به بند کشید. ضحاک آشفته خوابدانها رو فرا خوند و جویای تعبیر خواب شد. یکی از موبدان به نام زیرک بهش گفت که تعبیر این خواب کودکیه به نام فریدون که هنوز به دنیا نیامده، ولی تو گاو اون کودک رو که مانند دایه‌ای براش میمونه میکشی و اون با گرزی گاوسر به سراغ تو میاد. پس از اون روز ضحاک همه جا را به دنبال فریدون گشت تا پیش از بزرگسالی اون رو از بیان ببره. آبتین پدر فریدون که به دست ضحاک کشته شده بود از نژاد طهمورث دیوبند بود. فرانک مادر فریدون از ترس اینکه ضحاک فریدون رو به چنگ بیاره اون رو به گاو افسانه‌ای به نام پرمایه یا برمایه سپرد. فریدون در کوهسار به سن 16 سالگی رسید و هنگامی که از مادر نام و نشان پدر و گذشتش رو پرسید بر اون شد که به جنگ ضحاک بره. در سوی دیگه مرد آهنگری با داد و فریاد به ایوان ضحاک اومد و آخرین پسرش رو که به چنگ دژخیمان ضحاک بود بازخواست تا اون رو از مرگ نجات بده. یکی بی زبان مرد آهنگرم، ز شاه آتش آید همی بر سرم. اگر 7 کشور به شاهی تو راست، چرا رنج و سختیت از بهر ماست؟ زبان ضحاک از شنیدن سخنان کاوه بند اومد، چرا که همه پسران کاوه به جز این پسر رو سر بریده بودند. پس فرمان داد تا پسر کاوه رو آزاد کنند و پس از اون به کاوه رو کرد و خواست تا کاوه آهنگر بر نوشته‌ای به دادگری ضحاک گواهی بده. کاوه اما رو به درباریان کرد و گفت: آی بزرگان، شما از مهر یزدان بریدید، شما به همراه شاهتون همه روانه دوزخ میشین.
من بر این نوشته گواهی نمیدم و ای ضحاک از خشم تو هم باکی ندارم. سپس از جا بلند شد و پیمان نامه رو پاره کرد و به همراه پسرش از ایوان شاه بیرون رفت. کاوه آهنگر به میدان شهر رفت و چرم آهنگریش رو که به کمر داشت باز کرد و بر سر نیزه زد و از مردم خواست تا برای رویارویی با ضحاک بهش بپیوندند. کاوه نیزه به دست پیش میرفت و مردم به دنبالش حرکت میکردند و پی فریدون میگشتند. انقدر جستجو کردند تا از شهر به دشت و کوه رسیدند و در پایان فریدون رو پیدا کردند. از اون روز هر گروه از مردم به اون چرم پاره کاوه چیزی افزودند، از دیبای رومی گرفته تا زر و گوهر و نشانه ماه و نامش رو درفش کاویانی گذاشتند. فروهشت از او زرد و سرخ و بنفش، همی خواندش کاویانی درفش. فریدون وقتی که از خیزش مردم آگاه شد به کاوه آهنگر پیوست و یواش یواش مردم هم به اونا پیوستند و با لشکری بزرگ به جنگ ضحاک تازی رفتند. پس این چنین شد که ضحاک هم با گرز گاوسر فریدون به خاک افتاد، ولی به دستور یزدان فریدون اون رو نکشت و در دماوند کوه ضحاک رو به بند کشید. بیاورد ضحاک را چون نوند، به کوه دماوند کردش به بند. پس این چنین پس از 1000 سال بیداد و ستم، ضحاک ماردوش هم کارش به خواری و نیستی رسید. بیا تا جهان را به بد نسپریم، به کوشش همه دست نیکی بریم. نباشد همین نیک و بد پایدار، همان به که نیکی بود یادگار. فریدون فرخ فرشته نبود، ز مشک و ز عنبر سرشته نبود. به داد و دهش یافتان نیکویی، تو داد و دهش کن فریدون تویی. فریدون زمانی که به تخت پادشاهی نشست، شهرناز و ارنواز خواهران جمشید رو به همسری گرفت و پس از چندی پدر 3 پسر به نامهای ایرج، سلم و تور شد. ایرج از ارنواز و سلم و تور از شهرناز بودند. فریدون برای تقسیم پادشاهیش 3 پسر رو به آزمونی فرستاد و با جادو خودش رو در کالبد اژدهایی برد و به اونها یورش برد و این ایرج بود که دلاورانه به جنگ اژدها شتافت. فریدون روم و خاور رو به سلم داد، سرزمین ترک و چین رو به تور و ایران زمین رو به ایرج سپرد. سلم و تور از رسیدن ایران به ایرج که کوچکتر از اونا بود خوشنود نبودند. اونا نامه‌ای به پدر نوشتند و با ناسزا و گلایه فراوان به این تصمیم اعتراض کردند. فریدونم پیامی فرستاد و سوگند خورد که در تصمیمش هیچ کوتاهی نکرده و با مشورت بزرگان این تصمیم رو گرفته. پس فریدون ایرج رو فرا خوند و نامه مهرآمیز رو به پسر داد و گفت که از در مهر و برادری با برادرانت وارد شو تا دلشون با تو پاک بشه. ایرج هم پذیرفت و به دیدار برادرها رفت. ایرج با نهایت مهربانی به دیدار برادرها نشست و گفت که هیچ نگاهی به تاج و تخت شاهی نداره و این گنج و نیرو اون چیزی نیست که در دنیا به دنبالشه. ولی این سخنها به گوش سلم و تور نرفت که نرفت. تور هر آن خشمگین تر می شد و ناگهان
کرسی زرینی که بر اون نشسته بود رو بلند کرد و به سر ایرج گفت. ایرج زخمی و دلشکسته به برادر گفت که از تاج و تخت دست کشیده و چرا دستش رو به خون برادر آغشته میکنه. مرا تخت ایران اگر بود زیر، کنون گشتم از تاج و از تخت سیر. به خون برادر چه بندی کمر، چه سوزی دل پیر گشت پدر. تور درد دل ایرج رو شنید و هیچ نگفت. چشمهاش رو خون گرفته بود. سخنان برادر بیگناه به گوش تور نرفت. خنجری آبگون از چکمش بیرون کشید و به پهلوی برادر فرو کرد. سپس سر از تن ایرج جدا کرد. یکی خنجر آبگون برکشید، سراپای او چادر خون کشید. بدان تیز زهرآبگون خنجرش، همی کرد چاکان کیانی برش. تور سر ایرج رو با مشک و عنبر فراوان برای پدرش فریدون فرستاد و نوشت: اکنون اگر میخواهی تاج و تختت را به او ببخش. کنون خواه تاجش ده و خواه تخت، شدان شاخ گستر تناور درخت. فریدون از زمان رفتن ایرج چشم به راهش بود. تخت شاهانه براش آماده کرد و دستور داد تا همه ایران رو آراسته کنن. خودشم بر اسب نشست و به پیشواز پسر رفت. از میان گرد و غباری که هوا رو پر کرده بود، گروهی سوار، گریان و با درد در حالی که تابوت زرینی به دوش داشتند پیش می آمدند. داخل تابوت پرنیان بود و میان پرنیان سر بریده شده ایرج قرار داشت. چشم فریدون به تخت شاهی ایرج افتاد و تخت رو بیشاه دید. دست و پای پدر سوز شده بود. به رسم اون زمان تخت شاهی ایرج رو خاک سیاه ریختند. فریدون همونجا روی خاک به زمین افتاد و سر پسر رو به روش گذاشت و گفت: ای داور دادگر، بدین بیگنه کشته اندر نگر. روزگار فریدون پر از غم و اندوه شد تا اینکه خبر رسید دختری در شبستان ایرج بارداره. زنی با نام ماه آفرید که دختری به دنیا آورد. فریدون دختر که بزرگ شد اون رو به همسری برادرزاده خودش پشنگ در آورد. زمانی گذشت و اون دختر پسری به دنیا آورد همانند ایرج. فریدون که در غم فرزند از دست رفته از فرط گریه سوی چشمانش رو از دست داده بود، با ستایش و یاری یزدان دوباره بینا شد و کودک تازه به دنیا آمده رو دید. ز بس کز جهان آفرین کرد یاد، ببخشید و دیده بدو باز داد. کودک به قدری زیبا بود که نامش رو منوچهر گذاشتند. منوچهر بزرگ شد و کینخواه ایرج. به دستور فریدون همه سرداران به فرمان منوچهر در آمدند. قارن پسر کاوه آهنگر، کشواد زرین کلاه و سام نریمان که پس از نبرد با اژدها به سام یک زخم شهره بود و دیگر پهلوانها به اونا پیوستند. همه با اون دست یاری دادند تا کین ایرج رو بگیرند. به سلم و تور آگاهی رسید که چه نشسته اید که منوچهر شاه به کینخواهی ایرج برخاسته. دو برادر در اندیشه شدند که چگونه از این جنگ جون به در ببرند و به این نتیجه رسیدند که فرستاده ای رو به ایران بفرستند تا بابت کشته شدن ایرج پوزش بخوان و از این کینخواهی
جلوگیری کنند. پس در گنجاشون رو باز کردند و پیشکش شایسته‌ای همراه با یک فرستاده چرب زبان و سخنگو به سوی فریدون فرستادند. در بارگاه فریدون به تخت نشسته بود و قارن پسر دلیر کاوه آهنگر دست راست فریدون و گرشاسب به پهلوان که کلید گنجهای فریدون رو داشت در دست چپ نشسته بود. نریمان و سام پهلوانان بزرگ اون زمانن کنارشون برپا ایستاده بودن. فریدون در پاسخ گفت: شما که به ایرج رحم نکردید، به منوچهر هم مهری نخواهید داشت. به زودی سپاه منوچهر زیر اختر کاویان با گرز و کلاه پولادین قارن کاوه در پیش سپاه و پهلوانان ایران به همراهش سر تا سر دشت‌های شما را فرا خواهند گرفت. من دیگر پیر شدم و جان فرزندم رو به زر نمی فروشم. منوچهر با سپاهی بزرگ به سراغ تور رفت و اون رو به کینخواهی پدر کشت. سپس سن رو از میان برداشت. پس از اون فریدون از دنیا رفت و پادشاهی به منوچهر رسید. این آغازی بر داستان‌های جذاب خاندان نریمان. با به دنیا آمدن زال و پس از اون رستم دستان زیباترین افسانه‌های ایران زمین رقم می‌خوره. زمانی گذشت و زال زر فرزند سام به دنیا اومد. همه موهای نوزاد تازه به دنیا اومده سپید بود. سام نریمان از ترس بی‌آبرویی فرزندش زال رو به کوه برد و اونجا گذاشت تا سیمرغ پرنده افسانه‌ای اون رو از میان ببره. ولی سیمرغ دل به کودک سپرد و اون رو همراه جوجه های خودش بزرگ کرد. که یزدان کسی را که دارد نگاه، نگردد ز گرما و سرما تباه. سالها گذشت. روزی به سام آگاهی دادن نوجوانی در کوه پیدا شده همانند تو، ولی با موهای سپید. سام با موبدان و بزرگان رایزنی کرد. روزها و شبها اندیشید. مهر پدری و عذاب وجدان آرام و قرار رو ازش گرفته بود، تا اینکه تصمیم گرفت به کوهستان بره و پسر رو پیدا کنه. سام روزها و شبها با همراهانش به دنبال زال میگشت تا اینکه روزی سیمرغ نمایان شد و به سراغ سام اومد و بهش گفت: ای سام، من همانند دایه‌ای زال رو بزرگ کردم و تا روزیم که زنده است ازش پاسداری خواهم کرد. سپس پرواز کرد و به سراغ زال رفت. در آغاز زال پس از شنیدن داستان نمیخواست پیش پدر برگرده، ولی سیمرغ دل زال رو رام کرد و نام اون رو دستان گذاشت. برای همین فردوسی در شاهنامه گاهی این پهلوان رو زال و گاهی دستان خطاب میکنه. سیمرغ چند تا از پرهاشو به دستان داد و گفت: هر زمان که به من نیاز پیدا کردی یکی از این پرها رو آتش بزن تا من بر آسمان بالای سرت به پرواز در بیام. پس زال و سام دیداری دوباره کردن. زال زمان زیادی هنر رزم و دانش رو پیش پهلوانان و موبدان آموخت. سام تاج و تخت زابلستان رو به زال بخشید و خودش به جنگ دیوان در مازندران رفت. روزی زال جوان که برای شکار و بزم به سرزمین کابل رفته بود، عاشق دختر شاه کابل یعنی رودابه شد.
دو جوان دور از چشم دو خانواده در ایوان رودابه دیدار کردند و یک دل نه صد دل عاشق شدند. ولی رودابه از مادر نژاد به ضحاک می برد. برای همین سام پهلوان و منوچهرشاه و شاه کابلستان با این پیوند همراه نبودند. با درایت سیندخت مادر رودابه، مهراب کابلی، شاه کابلستان رضایت به این پیوند داد. از سوی دیگر هم سام نریمان با پافشاری پسرش زال، با درخواست از منوچهرشاه و بازگویی رشادت‌ها و دلاوری‌هایی که طی این سالها برای ایران کرده بود، موافقت شاه رو گرفت. یکی از این دلاوری‌های سام داستان جنگش با اژدهای کشافرود بود. چو رودابه بنشست با زال زر، به سر بر نهادش یکی تاج زر. رستم روز به روز در شکم مادر بزرگتر می شد تا جایی که همه از زنده ماندن رودابه ناامید شدند. زال در اوج اندوه و ناامیدی به یاد سیمرغ افتاد. یکی از پرهای سیمرغ رو آتش زد و از سیمرغ درخواست یاری نمود. سیمرغ گفت که این بچه بزرگتر از آن است که طبیعی به دنیا بیاید و باید پهلوی مادر رو بشکافید و بچه رو به دنیا بیارید. پس این شد که نخستین سزارین یا رستمزا با به دنیا آمدن رستم رقم خورد. رستم پیلتن در کودکی اندام بزرگی داشت. سام رستم رو در نوجوانی به یکی از استوارترین و ترسناکترین دژهای اون زمان فرستاد که در کوه سپند قرار داشت. رستم در پوشش بازرگان نمک وارد دژ شد و اون دژ رو به همراه یارانش گرفت. در همین دوران منوچهر از دنیا رفت و پسرش نوذر به تخت شاهی نشست. نوذر ولی مانند پدر نبود. از راه و رسم عدل و داد برگشت. زمان زیادی نگذشت که مردم در گوشه گوشه ایران دست به شورش زدند. نوذر ترسید و نامه‌ای به سام نوشت و از سام نریمان درخواست یاری کرد. مردم که سام رو قبول داشتن گلایه پیش اون بردن و سام نریمان به پند و اندرز نوذر نشست. چون این گفت نوذر که ای نامدار، به گفتار تو بسپرم روزگار. نوذر پشیمان شد و از راه بیداد برگشت، ولی اوضاع ایران وخیم بود. از سوی دیگه در توران زمین پشنگ شاه توران که پس از تور به تخت نشسته بود آگاه شد که منوچهر مرده و نوذر هم که پادشاه شده میانه خوبی با مردم نداره. پشنگ پسرش افراسیاب و فراخوند و اون رو به کینخواهی سلم و تور که به دست منوچهر پدر نوذر کشته شده بودند به ایران فرستاد. دو سپاه توران و ایران به جنگ پرداختند. در میانه این جنگ ها سپاه ایران دو بخش شد. نوذر در راه پیوستن به سپاه قارن با لشکر افراسیاب روبرو شد. نوذر و شمار زیادی از ایرانیان در بند افراسیاب در اومدن. گروه های دیگه ای از سپاه توران که در جنگ بودن از ایرانیان شکست خوردند. افراسیاب که آگاه شد با خشم سراغ نوذر اومد و به کینخواهی تور و سلم پادشاه ایران رو کشت. افراسیاب میخواست اسیران ایرانی رم گردن بزنه که با پادرمیانی برادر نیکخواهش اغریرث پشیمان شد و اونا رو به همراه اغریرث به ساری فرستاد تا اونجا زندانی بشن.
وقتی که خبر کشته شدن نوذر به ایران شهر رسید، زال و دیگر یلان ایرانی دوباره آماده نبرد شدند و لشکر آراستند. هنگامی که اغریرث برادر افراسیاب آگاه شد که لشکر بزرگی برای آزادی اسیران ایرانی به این سو میاد، همه اسیران بیگناه رو آزاد کرد، چون میدونست افراسیاب دستور خواهد داد که همه اسیران رو بکشن. اغریرث پیامی به لشکر ایران فرستاد: هنگامی که شما نزدیک ساری شدید، من کلید زندان را به شما میدهم و خودم راه آمل را پیش میگیرم و به گونه‌ای صحنه سازی میکنیم که گویی این رویداد را خود زندانی ها رقم زده اند. وقتی که افراسیاب آگاه شد، با برادر تندی کرد و شمشیر کشید. میان برادر به دو نیم کرد، چنان بی وفا ناسزاوار مرد. و اغریرث دانا به دست برادر کشته شد. پس از نوذر بزرگان ایران به دنبال جانشین بودند. به پیشنهاد زال هیچ کدوم از فرزندان نوذر برای جانشینی اون برگزیده نشدند، چرا که نوذر شاه خیره سر و بدخویی بود و فرح ایزدی از خاندان نوذر دور گشته بود. باید کس دیگری از نژاد فریدون رو جانشین نوذر می کردند. یادمون نره که خاندان سام نریمان و زال مشهور به تاج بخش هستند، چرا که همیشه پاسدار ایران زمین بودند و پادشاهان رو به تخت می نشوندند. در ادامه بزرگان فردی به نام زو رو که از خاندان فریدون بود پیدا کردند. زو وقتی به پادشاهی رسید کهنسال، هوشیار و نیکوکار بود. جنگ ایران و توران هم پس از ماه‌ها پایان یافت، چرا که خشکسالی و تنگ دستی دو کشور رو فرا گرفت و بزرگان دو سرزمین نشستن و پیمان آشتی بستند. پشنگ پادشاه توران هنگامی که فهمید افراسیاب اغریرث برادرش رو با شمشیر به دو نیم کرده، بسیار خشمگین شد و سوگوار فرزندش شد. بیدرنگ نامه‌ای به افراسیاب نوشت و اون رو سرزنش کرد و از خودش راند. ولی تا از درگذشت زو پادشاه ایران آگاه شد، دوباره رنگ عوض کرد و به افراسیاب نامه نوشت که درنگ نکن و همین امروز سپاهت رو از جیهون گذر بده و به ایران لشکرکشی کن. پس از لشکرکشی افراسیاب به ایران، همه بزرگان و پهلوانهای ایرانی آماده رزم شدند. سپس با دلی پر و خشمگین به سوی زابلستان رفتند تا از زال یاری بگیرند. رستم که هنوز جوانی نورسیده بود در میانه مجلس پافشاری کرد که پدر اون رو به جنگ توران بفرسته. زال رستم رو برای رویارویی با افراسیاب ناپخته و جوان میدونست، ولی با پافشاری پسر با رزم اون موافقت کرد و یادگار سام گرز گاوسر رو به پسر بخشید. رستم مرد جوانی شده بود و با این هیکل و برز و بازو دیگه هیچ اسبی توان سواری دادن بهش رو نداشت. زال تصمیم گرفت برای اینکه اسب مناسبی برای رستم پیدا کنن به کوه برن و گله های اسب رو ببینن تا رستم یکی رو انتخاب کنه. ولی رستم بر هر اسبی که می نشست کمر اسب خم می شد، تا اینکه چشمش به خره افتاد که در پی مادرش می تاخت. چوپان به اونا گفت که 3 ساله به دنیا اومده و هیچ کس تا به حال نتونسته اونو بگیره. هر کسی که به اسب نزدیک میشه مادر اسب بهش یورش می آورد.
به هر رو رستم رخشو پیدا کرد و اون رو رام خودش کرد. سیه چشم و بورابرش و گاو دم، سیه خایه و تند و پولاد سم، تنش پر نگار از کران تا کران، چو داغ گل سرخ بر زعفران. پس از این آشنایی رستم و رخش تا پایان زندگی یار و یاور هم بودند. بهار رسیده بود و دشت ایران پر از شکوفه بود که رستم با سپاه از زابلستان خارج شد. به افراسیاب آگاهی دادند که سپاه ایران از راه بیابان به سوی دشت خور و ری میاد. افراسیاب لشکر رو آماده جنگ کرد و به لشکر گفت: ایرانی ها نه پهلوانی دارن نه رئیس و پادشاهی که توان مهارشون رو داشته باشه. جنگی که اونا میکنن بیهوده است و ایران به زودی از آن ماست. از اون طرف هم زال به رستم گفت که لشکری فراهم کنه و به البرز کوه بره و کیقباد رو که از خاندان کیانیان و نژاد فریدونه پیدا کنه و با خودش بیاره، چرا که اون شایسته پادشاهی ایران زمینه. رستم کیقباد رو پیدا کرد و هر دو به اسب نشستند و به طرف اردوی ایران حرکت کردند. شب و روز میتاختند تا اینکه قلون از سردارهای تورانی رد اونها رو گرفت و با گروهی از سربازهاش در پی اونا تاخت. کیقباد خواست تا دست به شمشیر ببره، ولی تهمتن اجازه نداد و شاه جوان را به سوی ایران راهی کرد و خودش با گروه تورانی مبارزه کرد و همه رو از میان برداشت. دل و گرز و بازو مرا یار بس، نخواهم جز ایزد نگهدار کس. کیقباد بالاخره به تخت شاهی نشست و فرمان داد تا همه ایرانیان برای رویارویی با افراسیاب آماده بشن. کیقباد دستور داد تا درفش کاویان رو افراشته کنند و روانه رزم با افراسیاب بشن. افراسیاب هم در سوی دیگه سپاهش رو آراست و خودش در قلب سپاه جا گرفت. برآمد یکی ابر بر سان قیر، سیه گشت بر چرخ بهرام پیر. جنگ میان توران و ایران آوردگاهی برای دلاوری‌های قارن پسر کاوه آهنگر بود. رستم جوانم از جنگاوری قارن می‌آمد. دیدن هنر رزم قارن خون رستم رو هم به جوش آورد و پیش پدرش زال رفت و اجازه رزم با افراسیاب رو خواست و از نشان و جوشن اون پرسید. زال به پسر هشدار داد که افراسیاب جنگاوری هوشیار و مکاره. در آهنگ و در کین ابر بلاست، درفشش سیاه است و خفتان سیاه. ز آهنش ساعد ز آهن کلاه، شود کوه آهن چو دریای آب، اگر بشنود نام افراسیاب. خلاصه رستم به سوی افراسیاب تاخت. شاه توران دید جوانی نارسیده به طرفش میتازه، نام و نشونش رو پرسید. رستم تا به اسب افراسیاب نزدیک شد، دست انداخت و بند کمر افراسیاب رو گرفت و از زین اسب بلند کرد تا پیش کیقباد ببره. افراسیاب اما به سختی تلاش کرد تا خودش رو آزاد کنه و در نهایت با تقلای زیاد بند کمرش گسست و به خاک افتاد و سپاه رو گذاشت و فرار کرد. سپاه توران شکست خورد و افراسیاب هم به توران پیش پدر شد و شکوه کرد که گناه این جنگ گردن توئه که بیهوده پیمان آشتی با ایران رو شکستی. سپس خبر از پهلوانی جوان به نام رستم داد که تا به امروز جنگاوری مانند اون رو ندیده.
افراسیاب از پدرش پشنگ خواست که پیشنهاد آشتی به ایرانیا بده. پس دوباره آشتی میان ایران و توران برقرار شد و مرزها به مرزهای دوران فریدون بازگشت. کیقباد بنیانگذار سلسله کیانی 4 پسر داشت به نامهای کیکاووس، کیآرش، کیآرمین و کیپشین. پیش از مرگ کاووس رو فراخواند و پادشاهی رو به کیکاووس سپرد. به سر شد کنون قصه کیقباد، ز کاووس باید کنون کرد یاد. هنگامی که کیکاووس دومین پادشاه سلسله کیانی شد، ایران آباد و خزانه پر از گنج بود. کیکاووس سرمست و مغرور از این دارایی بود. اون خودش رو از همه بالاتر میدید. در یکی از روزها با بزرگان به بزم نشسته بود و از بی همتایی و سعادتش سخن میگفت که یکی از دیوهای مازندران خودش رو به صورت رامشگری در آورد و به درگاه شاه وارد شد و در برابر شاه آوازی در وصف مازندران خواند. رامشگر افسونگر آنچنان زیبا مناظر مازندران رو وصف کرد که کیکاووس خوایی شد و تصمیم گرفت تا به مازندران لشکر کشی کنه. همه بزرگان از تصمیم کیکاووس در شگفت بودند، چرا که تا اون روز هیچ کدام از پادشاهان ایران کاری با دیوان و جادوان مازندران نداشتند. توس تنها چاره رو فرستادن پیکی پیش زال دونستا، مگر زال کیکاووس رو از این تصمیم برگردونه. زال هرچه به گوش کیکاووس خوند تا از تصمیمش برگرده، نشد که نشد. که آن خانه دیو افسونگر است، طلسم است و در بند جادوگر است. مران بند را هیچ نتوان گشاد، مده مرد و گنج و درم را به باد. کاووس به گیو دستور داد تا با لشکرش به سوی مازندران بره و هر که از پیر و جوان را دید از دم تیغ بگذرونه. گیو هم به دستور کاووس به راه افتاد و به شهری رسید آباد چون بهشت با گنج و گوهر فراوان. سپاه ایران شهر رو غارت کرد. از طرف دیگه خبر یورش ایرانی ها به شاه مازندران رسید. شاه مازندران پیامی برای دیو سپید فرستاد و درخواست یاری کرد. دیو سپید مانند کوهی بزرگ از جا بلند شد و در پاسخ گفت که ای شاه، ناامید نباش که من مازندران را از وجود ایرانی ها پاک می کنم. شب که رسید، ابری به سیاهی غیر آسمان فرا گرفت و بارانی از سنگ بر سر سپاه ایران بارید. روز که شد، چشم نیمی از سپاه ایران کور شده بود. کاووس و لشکرش اسیر دیو سپید شدن و گنجشون به تاراج رفت. اکنون که کاووس از کردش پشیمون شده بود، به یاد پندهای زال افتاد. او با کوشش فراوان تونست پیکی رو به سوی ایران بفرسته تا زال رو آگاه کنه و اون به یاریشون بیاد. زال وقتی خبر رو دریافت کرد، رستم رو پیش خواند و به پسر گفت اکنون پس از این همه سال که من پهلوان و تاجدار ایران بودم، نوبت به تو رسیده تا جهان پهلوان این مرز و بوم شوی. پس هرچه زودتر شتاب کن تا به مازندران برسی و با شکست ارژنگ سپه سالار مازندران و دیو سپید کاووس شاه و یارانش را رهایی دهی. زال در ادامه رستم را از راه دشواری که پیش رو داشت آگاه کرد. یکی راهی که کاووس رفته بود
راهی دراز و کم خطر و دوم را نزدیکتر که پر از تیرگی و جادو بود. رستم برای هرچه زودتر رسیدن به کاووس باید راه پرخطر رو برمی‌گزید. رستم ببر بیان رو به تن کرد و برخش نشست و راهی مازندران شد. این آغاز هفت‌خوان رستم برای رهایی کیکاووس و یارانش از دیو سپید است که در قسمت آینده خواهید دید.